رسول اکرم میگوید اتقوا الزنا فإن فیه 6 خصال. ای امت مسلمان، از زنا پرهیز کنید، زیرا که در زنا 6 خصلت است. 3 فی الدنیا و 3 فی الاخره. این 6 خصلت بعد این وعیدهای سخت 3 تاش در دنیا میبینین و 3 تا دیگرش در آخرت میچشین. و اما التی فی الدنیا، آن 3 چیزی که از حساب زنا بر ما و شما میرسد، رسول الله چی گفتن؟ اول فذهاب بهاء الوجه. یکم پیغمبر خدا گفتن اون چهره نورانی که در روی امت من است، وقتی که امت من به زنا اگر داده شد، این چهره نورانی از روی او کشیده می شود. در چهره انسان زناکار دیگر نور اسلام باقی نمی ماند. هیچگاه در چهره انسان زناکار از نور اسلامی چیزی باقی نمی ماند. دویم رسول الله چی گفتند؟ دویم معامله بدی که خداوند در دنیا بر او میکند و قصر العمر، خداوند عمر او را کوتاه میسازد. هر کسی که در دنیا زنا میکند خدا عمرش کوتاه بسازد و پیغمبر خدا هم گفتند عمرش کوتاه است. و سوم و دوام الفقر. رسول الله گفتند سیوم چیزی که بر زناکار میرسد، این اصلا دسترخوان اون نان نمیبیند. اگر چند دولت دارد، دولتی او تیز است که خراب میشود. اگرچه با تمام شرایط ها آماده کرده شده هم که باشد، خداوند البته قادر است که همه نعمت از این زناکارش بردارد. زیرا این زناکار به انصاف است، زیرا این زناکار تجاوز در امر خدا کردگی است، با خدا جنجال کرده است، با خدا مبارزه برده است. البته خدای نعمت از او میبردارد. و اما التی فی الاخره، 3 عملی که خداوند در آخرت با زناکارا میکند، این چی است؟ اول فسخط الله تعالی. یکم غضب خدا بر بالای این بنده در روز قیامت است. و سوء الحساب، سخترین حساب خدا بالای زناکار میگیرد. و عذاب النار. و بعد اینها معامله کردنش خداوند چیکارش میکند؟ خداوند البته وارد دوزخش میسازد.